درود و به برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. طاهر سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر همراه شما. نخست سرخطی چندی از خبرها. در قرقیزستان هم مانند تاجیکستان تأسیس حزب‌های دینی را منع کردند و برای پوشیدن نقاب جریمه می‌بندند. صاحبکار تاجیک میگوید مقامات ناحیه باباجان غفوروف میخواهند توقفگاهی را که با امر پرزیدنت به او دادند ناعادلانه گرفته به دیگران بدهند. من میخواهم جناب عالی حق به حقدار رسانه. ساکنان تاجیکستان در شهر و ناحیه ها شکایت دارند که رژه تقسیم برق ناعادلانه است و درست رعایت نمی شود. نمیدونم این برق کجا میرفته باشه، من که خروجی تو ندانم این رو برارد. شروع میکنیم از کشوری همسایه. پارلمان قرقیزستان امروز با قبول یک قانون پوشیدن نقاب را در این کشور منع کرد، زیرا به قول وکیلان مردمی امکان نمیدهد هویت شخص شناسایی کرده شود. بر اساس قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از این پس هیچ کسی در قرقیزستان حق ندارد در مکان‌های عمومی و مؤسسات دولتی با لباس بگردد که چهره او را پنهان می‌دارد. در تاجیکستان هم قانونی شبیه وجود دارد که برای پوشیدن لباس‌های بیگانه جریمه هم تعیین کرده است. همکارم کیمرس عطا این موضوع بحث برانگیز را تحقیق کرد و در استودیو با ماست. کیمرس، قانونی که وکیلان همسایه کشور قبول کردند تا چه حد ماننده به قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی دارد؟ بله طاهر، از چند جهت مانند است. البته در این قانون در قرقیزستان واضح گفته نشده است که پوشیدن نقاب اسلامی منع کرده شده است. جمله بندی چنین است: پوشیدن لباسی که امکان نمیدهد چهره شخص شناسایی کرده شود برای همه منع است. رسانه‌های قرقیزی نوشتند که منظور از این نقاب است و برای پوشیدن آن جریمه تعیین شده است و آن هم نه کمتر از $230 است. در قرقیزستان هم سالهای اخیر پوشیدن نقاب به نظر می رسد و بحث این لباس اسلامی در این کشوری همسایه تاجیکستان 10 سال پیش برخاسته بود، زمانی که جوانان قرقیز هم به صف گروه داعش پیوستند. مقامات قرقیزستان می گفتند که لباس ملی قرقیزها خودش مثل لباس اسلامی است و ضرور نیست که زنان قرقیز نقاب سیاه بپوشند و چهره خود را به تمام پنهان کنند. حکومت قرقیزستان که طرح قانون را در این زمینه به پارلمان پیشنهاد کرده است میگوید که هدفش مبارزه با افراطگرایی دینی است که خطر آن سال به سال زیادتر می شود. کیمرس، سند مذکور که ظاهراً بحث درباره حقوق مذهبی را در قرقیزستان برمی‌انگیزد راجع به دیگر جنبه‌های فعالیت‌های دینی در کشور مقررات نوی تعیین کرده است. آنگونه که طاهر گفتیم به قانون‌های تاجیکستان شبیه است و اجازه نمی‌دهد که در قرقیزستان کسی یگان سازمان یا حزب تأسیس دهد که بر معیارهای دینی اساس یافته باشد. یعنی تأسیس حزب دینی، سازمان دینی در قرقیزستان منع است. دیگر اینکه تعلیم دینی بیرون از مؤسسه‌های مقرر شده مثلا در خانه یا هر جای دیگری که حکومت اجازه نداده است ممکن نیست و جزا دارد. از این پس حکومت قرقیزستان همچنین تحصیل دینی را در خارج تحت نظارت میگیرد، چون در قانون آمده است که جوانی که اگر میخواهد دین اسلام یا هر دین دیگری را در خارج بیاموزد باید مقامات رسمی این کشور را آگاه کند یا که با مقامات موافقه کند. باید آمار دانشجویان قرقیزستانی هم تهیه شود که در خارج علم دینی می آموزند. واکنش روحانیان و سازمان‌های حامی حقوق به این سندی تصدیق کرده وکیلان قرقیز هنوز معلوم نیست، ولی طاهر آنگونه که ما می‌دانیم سازمان‌های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای قبول چنین قانون پیوسته تنقید کردند، زیرا به گفته آنها حقوق بنیادی دینی مردم را محدود می‌کند. تشکر. همکارم کیمرس عطا درباره قانون نوی قرقیزستان صحبت می‌کرد که از این بعد پوشیدن نقاب اسلامی را دیگر اجازه نمی‌دهد. یک صاحبکار از ناحیه باباجان غفوروف در ولایت سوغد ادعا دارد که حکومت ناحیه مالکیت او را غیر قانونی گرفته به اختیار بازار می‌دهد که به نزدیکان پرزیدنت تعلق دارد. بحث و دعوا سر یک توقفگاه نقلیاتی است که در کنار بازار بزرگ ناحیه باباجان غفوروف جایگیر است. درباره این دعوا فرزان محمدی گزارش می‌دهد. بازار کشته گفتگیش دلارام حسن و یک سال باز با مقامات محلی ناحیه باباجان غفوروف سر صاحبیت یک توقفگاه بحث دارد.
از روی سندهایی که در دست دارد او سال 2018 با یک امر پرزیدنت برای آبادانی و طبق یک شرطنامه حکومت محلی برای 19 سال اینجا را به اجاره گرفته بود. حالا پیش از مهلت میخواهند که آن را از دستش بگیرند. جای ویرانه بود، خانه های قشلاق فروخته آمده اینجا را راست کردم که پگه فرزندان من نیافته خورن. من 19 سال امینه وی کرده، از 30 سالگی استقلالیت به ویرانه بود گرفتیم. وی 19 سال ما رو وی کرد که 19 سال حکومت این شما نانش گرفته میخورید. من 4 سال شد که جا با کشیده گرفت. این بحث تا به دادگاه عالی رفته است و در اکثر زینه ها به فایده حکومت حل شده است. خانم حسنова میگوید که برای این توقفگاه بیش از 200,000 سامانی مصرف کرده است، ولی حالا طبق حلنامه های دادگاهی یگان جانب موظف نشده است که این مبلغ را جبران نماید. من نمیدونم این به چی خاطر میگیرند. همین طرف بازار میگذرانیم گفته گرفته و کارسادیان که اشکی ما رو بغیر بغیر نمی سلیم زاده همی کلونی همی حکومت رئیسی بابا جان غفورов یگان کس ما رو دیگه ما یگان تش دیگه نمیشناسم میروم و غیره همه میگن که خالی کن استیان کرده. انور ایگام نظروف بیشتر از 1 سال باز در این توقفگاه کار میکند. او پیشتر در یک کان زرگری کار میکرد و بعدی بد شدن سلامتیش همینجا رزق و روزیش را مییابد. ایگام نظروف هم نگران است که بعد نو شدن مالکان این ایستگاه از این کارش محروم میشود. بیکار میمونیم نمی بیکار خاندان ما که چیکار میکنیم میگم خلواری کار میافتیم دیگه حاضر با این پرابلم. این توقفگاه یا ایستگاه نقلیات ها در نزد بازار فراوان قرار دارد و به گفته مالک کنونیش مقامات محلی عزم دارد آن را به اختیار صاحبان بازار گذارد. طبق یک تحقیقات رادیوی آزادی معلوم شده بود که این بازار تابع شرکت عظیمی سامانسوخت که به برادران حسن اسدالله زاده و امان الله سعدالله‌اف در عروسان رئیس جمهور امامه رحمان مربوط است تعلق دارد. حالا گفته می شود که نام شرکت نو شده است ولی همانا اختیار چندین بازار و شرکت ها را زیر دست دارد. در حکومت ناحیه باباجان غفورov آماده نشدند این مسئله را شرح دهند. حسنova میگوید اکنون این مسئله را تا به نزد پرزیدنت میبرد. پرکراتور رفتم، سود رفتم، همه طرف دیگه جا حل کرد. من میخواهم جناب عالی حق به حقدار رسانه. در ناحیه باباجان غفورov دویمین ناحیه کلانترین تاجیکستان بحث زمین تا رفت داغ‌تر می شود. در یک سال اخیر رادیو آزادی حداقل 5 گزارش را در این زمینه نشر کرد که ساکنان این ناحیه از ناعدالتی ها بابت تقسیم و استفاده برای آن شکایت داشتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه باباجان غفورov. برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. با سرتر شدن هوا و پایین رفتن حرارت در تاجیکستان شکایت مردم از نارسایی برق بالاتر گرفته است. بر اساس مقررات روزانه مردم باید تا 10 ساعت با نیروی برق تامین باشند، اما مردم محله‌های گوناگون میگویند این معیار رعایت نمی‌شود و آنها نیروی برق و روشنی را به سختی می‌بینند. گزارش علیشیر ظریفی و امیر سایف در همین باره است. برق ایخنیکی بیرون برآمدیم و بیرون با خنک‌تر است. دکان سرد و تاریک عبدالخالق فتایف میگوید اینجا سردتر از بیرون است و با دلیل محدودیت نیروی برق نمیتواند داخل آن را گرم کند. الادینی داریم، یک گوشت داریم، با انا اون پیلتر میمونی خیلی پوتگر میکنی برق در کار همه وقت. اگر یگان روزی معرکه باشه مرگ مرده باشه همونجا میتیان برای خانه و خونکای خیلی کچیده تلفن میکنن میتیان. نمیدونم این برق کجا میرفته باشه من که خروجی تا ندانم این رو براره. بر اساس رجای تعیین نموده وزارت انرژتیکا ساکنان دهه‌ها در شبانه روز باید 10 ساعت یعنی صبح از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 16 تا 23 برق داشته باشند. اما چون این رجای تعیین کرده مقامان نه در همه جا درست اجرا می شود. خیلی عوام میکنیم با گاز استفاده میبریم. خیلی شرایطای ما یا همه چیزمون همون هزم و تاپک و همون انگشت همه چیز میخریم. طی 2-3 هفته اخیر در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک شکایت‌ها از قطع نیروی برق در شهر دوشنبه صدا می‌دهد. یک نماینده وزارت انرژتیکا به ذکر نامش گفت در زمستان دستگاه‌های انرژی از جمله ترانسفورماتورها از معیار مقرری بیشتر کار می‌کنند
و برای پیشگیری از سر زدن دیگر مشکلی‌ها در ساعت‌های رجای پیش‌بینی شده نیز گاهی برق را خاموش می‌کنند. ولی اقتصاددان فاضلجان فتولایف چیزی دیگر می‌گوید. هر گونه تشکیلات‌های استحصالی یعنی که کارخانه‌های استحصالی در خوجگی‌ها دارند آنها بین آنها علاقه گپ هست که ما با خود همون کارمندان نمایندگان ناظرین برق مبلغ معین رو جدا میکنیم تا اینکه با آنها قوه برق بیشتر داده شود. در شرکت برق تاجیک شرح موضوع را با صلاحیت شبکه‌های تقسیمات برق واگذار نمودند، ولی تماس‌های با تکرار ما با این اداره به نتیجه مانده کسی پاسخ نداد. شرکت برق تاجیک ماه سپتامبر اعلام کرده بود که زمستان امسال بسیار سرد و طولانی خواهد بود و بنابراین از 22 سپتامبر به مردم با محدودیت نیروی برق می‌دهد. پیشتر موسم لیمین ماه اکتبر آغاز شده در ماه اپریل به پایان می‌رسید. تامین اهالی با برق در تیرما و زمستان و بهار یکی از مشکل‌های اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر است که با وجود بنیاد بعضی از نیروگاه‌ها تا حال حل خود را نیافته است. و در حالی که مردم زیادی از کمبود نیروی برق شکایت دارند، در یکی از ناحیه‌های دوردست تاجیکستان مردم از نیروی برق محروم نیستند. چند دهه این ناحیه که هنوز به شبکه‌های نیروی برق وصل نشدند، خودشان راه حل را یافتند. راه حل هم پنل‌های خورشیدی و یا آفتابی است که خانه‌های مردم را روشن نگه می‌دارد. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. این خانه در کوهستان جماعت سرخسار ناحیه بلجوان ساخته شده است. تا حال خانه‌های این منطقه به شبکه برق پیوست نشده اند. اما ساکنان هیچگاه مشکلی به برقی را احساس نمی‌کنند. روی بامی هر خانه می‌توان پنل‌های آفتابی را مشاهده کرد. این پنل ها برای تامین کردن خانه ها با نیروی برق استفاده می شوند. اینا که شاو هم روشنی بالاست میکنه. چای چی نیست تاریکی بگونه. ولی ما میگم تاریکی رو اونجای گواه کوس حجت خونه اونجا همشه باید بگذارم. من گفتم یا سیمو چیزو شده اینو باید لگن اینجا میگم بگیرم. یا تاجر برسه خوش کنم. در حال حاضر مقامات محلی به کشیدن خط برق در منطقه های بی برق سرخسار مشغولند. خانواده ها میگویند که با پیوستن به برق دولتی نیروی آن را به طور کم مصرف استفاده خواهند برد. که بعد سویچ ها ممکنه که مثلا ما اکونوم کنم میشود. مثلا او را سویچ چی میکنیم اینا کروشت کردن و تو جوی در کروشه. سرخسار یک منطقه کوهستانی در ناحیه بلجوان است. سفربگ رحمانزاده ساکن محلی 8 سال قبل پنل های آفتابی نصب کرده بود. پس از کارنشین شدن آنها او پنل نوی آفتابی را نصب کرد و برق میگیرد. اگر همه یعنی سیستمش 100% باشه تلویزیون هم میبره استفاده مثلا با 220 کشا پلتا مثلا چی میزنی دوخکشه که انا تیفال این چیزا رو میزنی استفاده کنه میشه. سرخسار که دارای دهه‌های خرد با 10 تا 15 خانه است تا حال از نیروی برق دولتی محروم بود. اما نصب پنل‌های آفتابی ساکنان را با برق تامین کرده است. حالا با پیوست شدن با برق دولتی ساکنان نقشه دارند نیروی سبز را نیز حفظ کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی از سرخسار. و دادگاه شهر مسکو گوشتگیری تاجیک و مربی تیم ملی جوانان روسیه الیشر اسمتزاده را با گناه سرمایه گذاری به داعش به 9 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری دولتی تاس روز 25 دکبر خبر داد که الیشر اسمتزاده بر علاوه باید 400,000 روبل جریمه سپارد و 3 سال حکم را در زندان عادی و بقیه را در زندان شرایطش سخت سپری کند. الیشر اسمتزاده 32 ساله را ماه ایول امسال با اتهام کمک مالی به عضو گروه تروریستی به نام دولت اسلامی دستگیر کردند. خودش در دادگاه گفته است که گناهی ندارد و قرض فردی را برگرداند که نمیدانست عضو داعش است. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. از آن که با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. خبر و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام دسترس است. اگر شما هم خبری دارید به ما بنویسید، تحقیق می‌کنیم درست بود نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.